تو هم مثل من کلی از این گلای خوش شده داری و قرار بود یه روزی باهاشون یه حرکتی بزنی. امروز وقتشه، بیا با هم قابشون کنیم. شما هم میتونین قاب آماده شو توی بازار بخرین، همین که اگر مثل من چوب داشته باشین میتونین خودتون بسازین. من الان میخوام بسازمش. 2 تا 17 تا در بیاریم از توش و اونم مثلا بگیریم 25. اینم خب بستگی داره به تعداد گلاتون ها. اگه تعداد گلتون کم باشه وقتی نصفه بمونه قابه ناجوره. میگیرم مثلا 23. 2 تا 23 که حله. خب اولین برشاشو بزنیم به صورت مستقیم، بعد حالا فارسیش میکنیم. خب این از قطعه های کار. حالا باید اینا رو فارسی کنیم که کنار همدیگه بچسبه، چون اینجوری من خیلی خوشم نمیاد. اینجوری ما مجبور میشیم از اینجا میخ بزنیم یا پیچ بزنیم، خیلی قشنگ در نمیاد. بهتره که فارسی بشه که روی همدیگه بخوابه. حالا نشون میدم. من خیلی تجهیزات زیادی ندارم. خوبه، تجهیزاتم خوبه، ابزارام خوبه، ولی خب خیلی حرفه‌ای نیست. دیگه در حد خودمه که تونستم جمع بکنم تو این چند وقت. خب اینو از قطعه‌مون که فارسی شد. نگاه کنید حالا اینجوری خیلی قشنگ میشینه رو هم دیگه. اینجوری به نظرم خیلی قشنگ تره. آره دوستان، من سبک کاریم رستیکه، یعنی که میشه گفت نامنظمه. خب خیلی از کار منظم و بدون عیب و ایراد خوشم نمیاد. به نظرم نقص قسمت قشنگی از زیباییه و کارو قشنگتر میکنه. خب اینم از قابمون که اوکیه. خب حالا نوبت سنباده کاریه. حسابی سنبادهش میزنم که صاف و صیقلی بشه. من سنباده برقی دارم، ولی شما میتونید از سنباده دستی هم استفاده بکنید. خب این از قطعه‌های چوبیمون که سنباده خورد. البته 3 طرفشون از سنباده زدم که این طرفشون میچسبه. دوست داشتم زبر باشه که چسبندگی چسب بیشتر بشه به صفحه زیرش. تو سبک رستیک ما این لبه‌های تیز رو از بین میبریم. اینا الان تیزه، من دوست ندارم اینجوری. دوست دارم که خیلی نرم باشه و زیبا. این گرم از عمدی انداختم اینور که توی چشم باشه. به نظرم قشنگه، زیبایی چوبه. خب حالا بریم برای چسبوندنش. کم چسب میزنیم اینجوری، اینقدر بستشه. بعد با منگنه کوب اون سمت پشتش رو منگنه میزنیم. نمیخواستم میخ بزنم، ولی چون میخوام سریع کارمو انجام بدم، یعنی حوصله ندارم تا فردا صبر کنم، 2 تا میخ ریز میزنم. بعد جاشم با بتونه در میارم. ای بابا، جاشم با بتونه در میارم که دیده نشه خیلی. خب این شد قاب ما تا الان که اینا شما برداریم اضافه‌شو. 2 تا میخ از این طرف زدم که از بغلاست، یه دونم از بالا پایینش که به نظرم اینجایی که گره داره بالا باشه قشنگ‌تره. من کامل سنباده رو نزدم، خب یعنی باقیش دیگه با دسته و این لبه ها و لبه های داخلی. الان میریم سراغش. خب رفقا، اینم از سنباده دستی بیرون قشنگ
این چارچوب سفت و محکم و خوشگل اینجا کنار. و اینکه الان باید بریم سراغ لکه‌گیری های همون جایی که میخ زدیم و این جاهایی که مثلا لبش شکمی مونده، اینجا میبینین این خیلی ناجوره، اینا رو باید بگیریم. مثلا نگاه این خوبه تا یه چیز خوشگل و شیک در بیاد. خب برای بتونه کاری چوب ما به چسب چوب نیاز داریم و یه مقداری هم براده چوب که خیلی نرم باشه. یه ذره چسب چوب، یه ذره هم خاکره. حالا باید همش بزنیم. خب اینم از بتونمون آماده. سعی کنید خیلی کم و در حد ظریفکاری، چون توی این بتونمون ما چسب چوب داریم باید خیلی کم بزنیم، چون چسب چوب باعث میشه که بعدن که بخوایم روغن بزنیم چسبندگی خوبی نداشته باشه و روغن جذب چوب نشه. خب این از این سمتش دیده میشه توی تصویر، این سمتش که بعدش یک سنباده باید بخوره. بریم قسمت دیگه‌اش. خب اینو از این سنباده‌ش هم زدم دیگه، چون تکراری بود نشون ندادم. دیده میشه ببینید اینجاها همه سوراخ‌ها گرفته شد، درزا همه پر شد. اینجا رو چقدر زیاد بود. اینجا موقع برش چوب لپر شده بود که این اتفاق افتاده. حالا موقعی که رنگ بشه این کمتر خودشون نشون میده. ببینید یه میخ اینجاست، دو تا میخ اینجاست. خب بچه‌ها برای رنگ من از یعنی روغن بهتر بگم از برند بورما واکس استفاده میکنم. اینجا معلومه مدل 90 گلسش و دارک اوکش. این یک حالت رنگ قرمزی میده به چوب، اینم که باعث شاین شدنش و براق شدنش میشه. این دیگه آخرشه. یک کاسه این باید هم بزنین قبلش، چون حالت تهنشی میشه، سوسپانسیونه. دو جزئی نیست ولی خب چون تهنشی میشه همیشه باید هم بزنیم. چیز زیادم شد. و 90 گلس. من برای رنگ از یه تیکه ابر استفاده میکنم. از قلمو هم میشه استفاده کرد، ولی خب چون یه مقداری رد قلمو میفته من ترجیحم از ابره. یکم اینا رو هم میذاریم همینجا، خیلی نمیخواد وسواس داشته باشین، دقیقاً همش با هم مخلوط بشه. همین مخلوط نشدنش یه بافت قشنگی میده. میدونی فرقش با شاپان اینه که شاپان چون از نفت میاد یه مقداری مصنوعیه، ولی این روغن‌های چوب حالا مثلا اونایی که گیاهی هستن، این گیاهی نیست، اینا تراوت و زنده بودن چوب رو میرسونن، ولی سه صنعتی مثلا با نفت کار میشه اونا نه، یه کمی مصنوعی طوریه. البته قیمتش دیگه با اینو خیلی فرق میکنه دیگه، خیلی ارزون تره. یه مقداری من ماساژ میدم که وارد منافذ چوب بشه، چون روغن وارد منافذ میشه، یعنی شما خیلی هم نباید از گرید نرم واسه سنباده زدن استفاده کنید، چون منافذ چوبو میبنده دیگه، روغن بهش جذب نمیشه.
خوبه. این تیکه هایی که میخ زدیم نگاه کنیم چقدر هم رنگ شده، خیلی دیگه به چشم نمیاد. اینجاست مثلا تو ذوق نمیزنه دیگه. خوبه، شاینش هم خوبه. حالا میذاریم یه کمی خوش بشه. شاید یه دست دیگه هم بهش زدم چون میخوام اینو کادو بدم دیگه، میخوام مثلا خیلی خوب باشه. اوکی. خب این قابمونم تا یه حد خوبی خوش شده. حالا تو این مرحله میتونین که یه دست دیگه سنباده مثلا خیلی نرم بزنیم، مثلا 600 یا 800. ولی خب به نظر من خوبه، خیلی صافه. بریم برای پشتش که یه صفحه بذاریم که بتونیم گلا رو بچسبونیم بهش. من یه تیکه بلند و بزرگی از چیز دارم، 3 میل. حالا کار اصلا در میاریم. این تیکش که میشه از این تیکه، ولی خب استفاده نکنیم بهتر، چون این 3 میله میفته پشت کار و دیدم نمیشه. بس خیلی لازم نیست که صاف و صوف ببریم. همین به روشی که الان میگم کار رو سریع در میاریم. واسه برش خیلی غیر دقیق 3 میل میتونین از یک کاتر و یک خطکش استفاده کنین. 1-2 بار که از روش رد بشین میشه راحت بریدش. حالا بهتر اینه که بذاریمش لبه میز و با یه فشار معمولی اینجوری بریده میشه. خوبم هست، صافیش در حدیه که به درد کار ما میخوره. من یه مقداری تنگتر میگیرم از ابعاد خود قاب چون نمیخوام لبه هاش بیرون بزنه. حالا این لبه هاشو میتونیم یه مقداری با کاتر بگیریم که پلیسه هاش جمع بشه. خب این هم از صفحه پشت کارمون که تا یه حد خوبی صاف و صوفه. خب حالا قابمون رو میاریم میذاریم پشتش. من یک کمی فاصله دار گرفتم که برعکسه، فاصله دار گرفتم که از بغل نمایی نداشته باشه. حالا با منگن کوب نصبش میکنیم. خب این از اینو بله پشتشم خوبه، بسیار عالی. خیلی حالا بریم سراغ اصل مطلب، یه گلا رو توش بچینیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ گلا اول یه دونه چیز پیدا کنیم، این گیره هایی که مثل پشتشه. اینجا دارم من این سایز در چیزه پیچ. این خیلی بزرگه، میخ از چیز میزنه بیرون. میخ اینجا نصبش کنم، میخ بیرون میزنه، زشته. سایز کوچیکش به نظر مناسب تره چون وزنی هم نداره، جواب میده. پشتش که قرار بگیره، آره پشتش که قرار بگیره اوکی. پس اینو نصب کنیم. خب آقا اینم کنسله، چون اینم هر چقدر بیارم پایین که برسه به این ضخامت چوب، کسب شد، برسه به ضخامت چوب بازم میزنه بیرون. من پایین ترین قسمتم که نصب کنم از پشت بازم میزنه بیرون و زشته. حالا میام کاری که میکنیم 2 تا پیچ میزنیم اینجا، بعد یک سیم بهش آویزون میکنیم که میخ اینجا قرار بگیره بهتر. خیلی نواش بریم، خیلی یواش بریم که چوب ترک نکنه. مثلا این پیچای خیلی ظریف دیگه نیاز به دریل کاری از قبل نیست دیگه، مستقیم میتونین که پیچ کنید و خیلی یواش و نرم که چوب ترک نخوره. خوبه یکم بیشتر. حالا یه تیکه سیم آوردم بپیچیم دور این.
خوبه، بیاد اینجا. خوبه. خوبه این، چون وزن زیادی نمیخواد تحمل کنه. من دیگه سیمو خیلی نپیچوندمش، ولی خب بهتره که بپیچونیم قشنگ دور پیچ. با همین تحمل میکنه وزن. اوکی. خب باز قبل از اینکه چیز کنیم، گلا رو بزنیم، بهتره که این دور رو چسب گراف بگیریم، چون بعدا میخوایم اسپری کنیم این رنگاش خراب میشه. دیگه الان واقعا بریم سراغ گلا. من برای چسبوندن گلا از چسب حرارتی استفاده میکنم، چون هم خوب میچسبه هم سریع خوش میشه. پیشنهاد خوبیه. چسب زاپاس. خب اینم خود گلها. من فکر میکنم اینا رو 4-5 ماه هستش که داره خوش میشه و دیگه الان واقعا هیچ آبی نداره و دیگه بعدش هم تغییر شکل نخواهد داد. این سبزی های دورش اول برداریم و خیلی ظریف با اینا رفتار کنید، چون خیلی خوشگه، واقعا زود میریزه. این گل ها رو من فکر میکنم که حالا اینجا شکل خرابه، من فکر میکنم از همینجا ما برداریم بهتره، به کمتر اینا آسیب ببینن. از همینجا ما اینا رو بچینیم، ببینیم چند روزه برای این خوبه. خودشه. من نمیتونم که آماده کنم بعد بذارم، چون میترسم خراب بشه و بریزه. این دیگه خیلی خوشگل. به همین خاطر از همینجا میبرم و میذارم دیگه. اینم از چسبوندن گلا. بله به این زیبایی. خب حالا کافیه روش اسپری نانو بزنیم که هم ضد آب بشه، هم که دیگه نریزه. بریم برای اسپری. زیاد هم نمیزنیم دیگه، فقط میخوایم همین روشو بگیره، کفایته. نگاه بکنید جایی از قلم نیفتاده باشه. این اسپری خوبیش اینه که موقعی که خشک میشه حالت چسبندگی هم ایجاد میکنه، دیگه باعث نمیشه که از هم بپاشه گل. خیلی خوب، این دیگه خشک شده و دیگه دیده میشه اصلا چی نمیگه. این دیگه خوش شده. بعد من اسپری چی زدم؟ فیکساتور زدم، چون اسپری نانو نمیدونم چرا نمیزد. فیکساتور زدم، اینم همون کارو میکنه. حالا شاید بعد مثلا چند سال کمی زرد میشه، این چیزو داره، مشکلی داره.
ولی خوبه، قابل قبوله. حالا برچسباشو بکنیم دیگه، خیلی با احتیاط دیگه، چون ممکنه که به گل آسیب بزنه. اینم از تموم شده کار. خب رفقا، اینم از تابلو گلی که ساختیم. شما میتونید این قاب رو هم به صورت آماده از بیرون بگیرین، یا میتونید بدین به نجار براتون این قطعات رو بسازه و خودتون سرهمش کنین. به نظر من اگه خودتون بسازین که خیلی بهتره. فرض کن شما این گلا رو که از یک نفر که دوستش داری گرفتی، خوش کردی و خودت این قاب رو ساختی و زدی به دیوار خونت. ببین چی میشه دیگه. راستی من هندیمنم و اینجا کارگاه منه. خوشحال میشم که منو دنبال کنی و برای حمایت از من ویدیومو لایک کنی.